سلام بیننده های ارجمند. در زمان جهانی شوی وطن دوستی جوانان یکی از مسئله های مهم به حساب می رود. برای بررسی این موضوع حالا ما به صحبت دعوت نمودیم راهبر گروه جوانان اوانگارد ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و همزمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان. خوش آمدید. خب در آغاز می‌خواستم دایر به ماهیت وطنداری و اهمیت آن کمی معلومات می‌دادید. وطن همچون یک سرچشمه اساسی هستی هر یک انسانیت در زندگی است. بله. زیرا که بزرگ گفته است که اگر ما رو مادر به دنیا آورده باشد وطن ما رو در آغوشش در مهر و صمیمیتش ما رو به وای رسانده است. بله. در این گفته ها چی به میان میاد که امروز ببینید که ما با شکرگزاری از صلح و ثبات از صاحب اختیاری که با خدمت ها و جانثاری های فرزندان برآمند وطن برای به دست آوردن استقلالیت کامل، استقلالیت مستقل و همچون یک دولت تمدن آفر تاجیکان در عرصه بین المللی، همچون یک کشور محبوب تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی اعتراف کردید و این تلاش ها و این زحمت هایی که ما صاحب اختیار هستیم در همه روزه فعالیت، کار، نقش و اندیشه های هر یک جوان امروز چرخ میزند و در این مسائل هر یک جوانی وطن دوست خویشتن شناس برای پاس داشتن انمین مقدسات، برای پاس داشتن انمین آزادی، انمین صاحب اختیاری که وطن اجدادی ما از نو طول 100 ساله ها ما به وطن بودیم، طول 100 ساله ها پراکنده بود دولت تاجیکان. محض با شرافت انمین ابرمرد سیاسی تاجیکستان محترم جناب ولی امام رحمان ما توانستیم که در مدت 29 سال استقلالیت با تمام آن موفقیت با تمام کامیابی ها نائل گردیم. سرچشمه همه این دوست داشتن وطن، صمیمیت داشتن از همین صلح و ثبات است، از آرامی است، از زندگی خوبی هر یک شهروند وابستگی دارد که امروز وطن ما باید چقدر دوست بداریم، احترام کنیم. پوشیدن است که در هر دور و زمان شخصان به کمال میرسند که درک و فهمیششان خاصی همون زمان است یا که مختلف است یا مخالف است. خب به نظر شما جوانان امروزه یعنی نسبت 10 سال 15 سال پیش جوانان چگونه است؟ مثلا فکرانیشان، اندیشهشان و تندرستیشان در جمعیتی که امروز ما همه روزه با جوانان کار فعالیت میکنیم پیوسته حس و مشاهده میکنیم که جوانان دوران صاحب استقلالی از جوانان سالهایی که پیش از استقلالیت به وای رسیدن کلا فرق میکند. زیرا که ما توانستیم در دوران استقلالیت، در دوران صاحب استقلالی در مفکوره و اندیشه هر یک نسل نورس تاجیک ایده ملی را ما وارد کردیم که محض هر یک جوان امروز با افکار و اندیشرانی ملی، با انمین هویت ملی، با دوست داشتن میهن خود، ارج گذاشتن به مقدسات خود امروز با آن جوانهای 10 سال 20 سال قبل کلا فرق میکنه. دوره های گوناگون بودن که هر عقیده، هر گونه مثلا فرهنگ، هر گونه رویه ها و هر گونه دیگر مسائل رو بر دوش جوانان میکردن. اما امروز نسلی که هست نسل خودآگاه، نسل بسیار هم تحمل پذیر، نسل جوان امروزه بسیار هم نسل خوشبخت است که از تمام آن ارزش های ملی خود، از همون فرهنگ خود، از تاجیک بودن خود در عرصه بین المللی افتخار میکند. امروز هر یک دولتی که در عرصه بین المللی است برای حمایت منفعت های ملی خود تلاش می‌ورزد. و مقصد هدف ما هم نیست امروز همین است که ما باید جوانان را در یک روحیه تربیت کنیم که از همه منفعت های شخصی خود تنها منفعت های ملی، منفعت های دولتداری، حمایت استقلالیت خود را همچون گوهرک چشم احتیاط نمایند. زیرا که کلمه مادر وطن این هر دو یک منشأ میگیرد. زیرا حمایت مادر در همون وطن است، همون وطنی که ما را با آغوش گرفت و کلان کرد و مرز همون حمایت آن قرض
شهروندی هر یک فرد است. درست است. شما ببینید یکی از خصوصیت‌های دیگری جوانان امروز با تکنیک و تکنولوژی زمانوی همه طرفه مثلا آگاه هستند و دسترسی دارند که اینم یکی از موفقیت‌های جوانان زمان صاحب استقلال گفتن ممکن است. خب در هر دور و زمان نقش جوانان در بلند برداشتن و آبروی وطن یک نقش مهمی داشت. امروز همون جوانایی که مثلا در کشور ما هستند از نگاه شما تا کدام اندازه برای بلند برداشتن آبروی وطن یعنی تلاش می‌ورزند؟ امروز نسل جوانی کشور با یک ملکه خود، با یک مهارت خود، با یک تجربه آموخته خود از علم‌های جهانی باشد، چی از ورزش باشد، چی از همین اختراعات باشد، امروز توانسته شده است که در عرصه بین المللی سهم خویش رو گذارد. مثلا ببینید که یک ورزشگر مثال میگیریم که چی دلشاد نظرف باشد، یا اینکه موزونه چوریوا باشد، یا اینکه رسول باقیف باشد، یا اینکه بهروز خوجازاده و صدها دیگر ورزشگران موفق ما که امروز توانستند در عرصه بین المللی پرچم ملی ما را پرافشان کنند. این از چی گواهی میدهد؟ این از آن گواهی میدهد که این چنین افراد فرزانه ملت توانستند که با وطن دوستی خود برای وطن خود خدمت کرده باشند. مثلا همین است سهم خود را گذاشتن. اون همچون یک شهروند. ببینید که یک ورزشگر وقتی که پرچم ملی ما را در دیگر کشورها بلند می‌بردارد، این از آن گواهی می‌دهد که همون ورزشگر سهم خود را بر وطن خویش گذاشت. پس اینجا سوال به میان میاد که پس هر یک شهروند، هر یک جوان امروز وظیفه‌دار است که در آن اداره و وزارتی که کار فعالیت میکند باید همچون یک فرزند صادق این وطن وظیفه‌های اساسی خود را صادقانه، صاف دلانه باید اجرا کند. خب شما در مورد الان موفقیت‌های بعضی از جوانان کشور گفتید که اونها مثلا توانستند کشور رو در عرصه بین المللی معرفی کنند. خب به عقیده شما وطن دوستی یک شخص امروزه تاجیک در چی ظاهر می شود؟ یعنی چی کار کند که ما آن را یک شخص وطن دوست بنامیم؟ اصلا وطن دوستی برای هر یک انسان مخصوصا نسل جوان در روند فعالیت، در روند کار ما میتوانیم که با عمل، با کردار، با رفتار، با انمون صمیمیتی که نسبت وطن دارد جمعیت روز از روز اون رو درک میکنند. مثال میاریم که یک فراش با انمون کسب خود، با انمون وظیفه خود چقدر با صمیمیت کار میکند، فعالیت میکند. انا همین هم هست یک کسی وطن دوستی، یک کسی آبادانی، یک کسی است که همون با یک صمیمیت وظیفه خود را اجرا میکند. و امروز وطن دوستان هم نیز باید با ساختن چیزی که در بالا قید کردیم یک زواد، یک فابریکه یا اینکه برای یک گوشه از جوانان ساختن مجموعه ورزشی که برای از همه عمل و کردارهای نامطلوب پیشگیری کردن جوانان و با جامعه سالم تبدیل دادن نسل جوان میتواند که شخص وطن دوست یک مجموعه ورزشی سازد یا اینکه برای از خود کردن علم‌های زمان معاصر که عصر 21 عصر تکنولوژی است، عصر اطلاعات است، میتواند که یک مؤسسه تعلیمی که برای از خود کردن علم‌های زمانوی برای جوانان، برای نسل امروزه هر یک شهروندی که امکانیت دارد برای او سازد و جمعیت نیست از همین چیز پیروی میکند. امروز ما جوانان که پیروان پیشوای ملتیم، هر یک عمل، هر یک رفتاری که امروز پیشوای ملت میکند، یک آبادی میکند، یک سهم خویش را در ترقیات پیشرفت با اقدام های نجیب پیشوای ملت وقتی که گام های استوار را میگذارد، هر یک جوانی وطن دوست وقتی میبیند که چنین اقدام و چنین یک تشبس های سازنده است، پس پیروی میکند. چند روز پیش پیشوای ملت با کلی کارمندان ساحه طب واخوری گذراندند که در آنجا پیشوای ملت قید کردند که احسن میگویم به آن یک طبیبی که توانست که با نمون اشکای چشمی خود دل صدها هزار هموطن را گرم کند و دعوت به عمل آورد که ای هموطنان عزیز، ما امروز تنها با دستگیری یکدیگر میتوانیم که از چنین یک بیماری که
کووید 19 ба сари тамоми давлатҳо омадааст мо раҳоӣ ёбем. хоҳиш мекунам ки ҳама сарҷам бошед ва пешвои миллат ҳамон ҷавона даъват кардан аҳсан хондан ки шахсан ман ҳамчун як роҳбари давлат аҳсан ба чунин ҷавон мегӯям ки дар чунин лаҳзаҳо бо ашки чашм анамин ҳолатҳо инсон ҳис мекунад ки ватандӯстию хештаншинос буданро. маҳз дар ҳамин хел лаҳзаҳо дар ҳамин ҳолатҳои мушкил масалан ҳамон ҷавон дили садҳо ҳазор ҳамватанро гарм кард ва маҳз бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат чунин ҷавонони хештаншинос қадрдонӣ мегарданд ва маҳз дар ҳамин замина имрӯз ҳар як ҷавон бояд ба мисли ҳамин хел ҷавонои ватандӯст тавонанд ки дар ҳама ҳолат ватана дӯст доранд. ватан ин нест ки мо бояд фақат дар хурсандӣ ватандӯст бошем, балки дар ғаму шодии ватан ҳар як ҷавон бояд ҳамеша дар паҳлӯи ватан бошад. خب شما ببینید امروز اکثر منقدان از این مثلا نگرانی میکنند که امروز جوانان ما از کتابخانه دور ماندن. درست است پیشرفت هر یک دولت نیست این از رشد ترقی علم و تکنیک است. خب پس چی باید کرد که امروز نسل جوان ما صاحب معرفت و صاحب علم گردند؟ خیلی که در پیامی امساله پیشوای ملت قید کردن 20 ساله علم‌های دقیق رو آوردن به علم‌های دقیق طبیعت شناسی این از آن گواهی می‌دهد که دولت و حکومت کشور علم‌های دقیق را برای پیشرفت و ترقیات دولت‌داری بسیار هم زمینه اساسی و کلیدی نامیده 20 ساله آموزش علم‌های دقیق را قبول کردند. این در آن روانه گردیده است که نسل جوانی آینده‌دار تاجیکستان تواند که از این شرایط از این امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برد و ببینید که همه ساله از کشور ما برای آموختن علم‌های دقیق به دانشگاه‌های از همه بانفوذترین جهان در خارج از کشور امروز تقریبا 35,000 نفر دانشجویان ما در مکاتب‌های عالی دولت‌های ترقی کرده در تحصیل میکنند که این از آن شهادت میدهد که آنها همچون یک متخصصان بلند اختصاص شده آمده برای پیشرفت و ترقیات وطن سهم خویش را میگذارند. یا اینکه در دیگر مفهوم دیگر علم هایی که معرفت و اخلاق و آموزش امروز در تمام دانشگاه های عالی کشور تمام شرایط تمام استادان بهترین برای از خود کردن علم فرهنگ ادبیات نیاگان خود تمام ارکان و ادبیات ها فراهم آورده شده است. فقط مقصد امروز نسل جوان از این شرایط از این امکانیت باید ثمرناک استفاده برد. هر لحظه ای که از امروز شرایط مهیا است در کشور نظر به سالهای قبلی شهر دوشنبه که پره با تجهیزات های کامپیوتری تامین شده است مؤسسات تحصیلاتی هم عالی هم میانه و با شکرگزاری از این صلح و ثبات با دستگیری های پیشوای ملت امروز در تمام قلمرو کشور مؤسسات تحصیلاتی میانه با همین لوازمات های کامپیوتری تامین شده است که هر یک نسل جوان برای از خود کردن علم های زمانی معاصر امروز میتواند که از آن استفاده برد. طبیعی است که وظیفه وطندوستی خاصی جوانان نبوده بلکه تمام قشرهای جامعه را فرا میگیرد. خب چطوری که در آغاز هم گفتیم در زمان جهانی شوی دوست داشتن وطن یعنی یکی از مسئله های مهم و مبرم روز نیز می باشد. پس توصیه شما در آخر برای بینندگان ما در همین زمینه چیست؟ چند سال قبل پیشوای ملت در یک برآمدشان قید کرده بودند که هیچگاه ما باید با وطن خود خیانت نکنیم. هیچگاه ما باید از دیگر کشور ایستاده با وطن خود سنگ ملامت نزنیم و در یگان دور و زمان در یگان دولت ما و شما را انتظار نیستند. آنهایی که در جنگ شهروندی فراری بودند گریزه شده بودند شهد غریبی را چشیدند آنها خوب اینو درک میکنند و نسل جوان هم امروز باید چقدر برای دوست داشتن وطن چقدر برای حمایت منفعت های دولت و ملت باید سهم خویش را بگذارد. پیشنهادی من برای کل جوانان وطن دوست خویشتنشناس این است که ما همه باید از یک گریبان سر براریم برای باز هم ترقی یافتن وطن محبوبمون مستحکم کردن پایه‌های استقلالیت دولت مستحکم کردن پایه‌های استقلالیت حمایت منفعت های ملی
و خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که مرز و بوم ما را از دشمن امین نگاه می‌دارد، هر یک نسل جوان امروز باید حمایه دولت، حمایه منفعت‌های ملی، پاس داشتن استقلالیت، زیرا که این دستاورد بسیار هم یک دستاورد نادر است. زیرا در جهان می‌بینیم که انسان‌هایی هستند که 40 میلیون اهالی دارند اما وطن ندارند، استقلالیت ندارند، مقدسات ندارند، ارزش‌های ملی خودشان از دست دادند. ما باید همیشه پاسدار فرهنگ ملی خود، پاسدار وطن محبوبمان، نسل جوان در روحیه انسان دوستی، در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت نماییم تا آن از این وطن، از این میهن افتخار کند و برای آبرومند گردیدن این وطن سهم خویش را گذارد. تشکر زیاد برای صحبت. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که ما صحبت داشتیم وابسته به وطن دوستی و خویشتن شناسی جوانان. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.